لازمه علم شناخت و معرفت الله متعال به طریق یکتاپرستی است. از او خاطر اینجا براد از علم اهل علم نه بلکه اهل توحید است. و میگه که دی چی است؟ این الخزي یقینا رسوایی الیوم امروز و سوء عذاب الله علی الکافرین بالای کفار است. وای که الله را قبول نکردن، توحید الله را رد کردن. این نمی سری از یا چی است؟ خزي و رسوایی و عذاب الله متعال است. در اینجا یکی از جمله چیزایی که برای ما ثابت شد فضیلت علم بود. مراد از علم اونمو علمی است که سبب معرفت الله متعال شود، صفات الله را شناسایی بکنی و بعد از او زندگی تا مطابق عقیده تیار بسازی که سبب نجات آخرت شود. اگر اینطور علم نباشه بس مردم علم تنها ای را میگه که سند داشته باشه یا چیسته شهادتنامه از کدام مرکز علمی داشته باشه. این اهمیت نداره. در قرآن کریم که اینجا موضوع علم ذکر میشه، علم معرفت الله متعال است که صفات الله را آشنایی پیدا کنی او آشنایی صفات الله سبب چی عمل کرد نیکی تو شوه که او سبب نجات آخرت میشه. اگر اینمی قسم نباشه ولو که علما بالای صفات الله داشته باشی اما در عمل کرد تغییر و انقلاب نامده باشه، این علم قابل مدح نیست. ابلیس لعین امی قدر معرفت بالای الله متعال داشت اما اینمی علم برش فایده نرسانده به خاطر که امی علم ثمرش دیده نشده در زندگی ابلیس. از او خاطر الله متعال او را اون جهنم سر از او تابعدارایش پر می سازه. الله متعال آدم نگاه کنه یقینا هم یک تعداد علما که خود عالم میگه یقینا دمی حالت است، چرا که علمشان هیچ نوع تغییر در زندگیشان ناورده و نه سبب نجاتشان در آخرت میشه بلکه همین علم سبب نخوت و تکبر و کلان تراشیش میشه که از جاده حق همیشه نعوذ بالله رو گردان میباشه. الله از اون علم ما و شما رو نگاه کنه یقینا بعضی علما سبب بدبختی انسان میشه. الذين تتوفاهم الملائکه، کسانی که وفات میکنه قبض روح میکنه یارا ملائکه با حکم و فرمان الله متعال، ظالمی انفسهم در حالی که سر نفسای خود ظلم کرده، یعنی توحید الله را نپذیرفته. بزرگترین ظلم چیست؟ نشناختن توحید است، مبتلا شدن در شرک است. فالقوا السلام و ظاهر میکنن پیش میکنه در وقت مرگشان السلام تابعداری را، سری صلح را عالی باز میکنه. وقتی که حالات ناگوار قیامت برشان واضح شود بعد از او باز میفهمه که گپ در کجاست، با سری صلح را پیش میکنه. فرعون هم چیغ زد فریاد کرد که ما ایمان آوردیم که لا اله الا الله آمنت چیسته برب العالمین رب موسی و هارون. که 4-5 اعتراف در یک حالت کرد اما به نزد الله متعال مقبول نبود. اوجه خب بیازو مسلمان بشی. ایمان امو ایمان معتبر است که جبری نباشه، از دست تأثیر نعوذ بالله عذابا نباشه بلکه در اختیار باشه. فالقوا السلام پیش میکنن السلام انقیاد و تابعداری را برای ملائک در وقتی که قبض روح میکنه. چی میگه؟ ما کنا نعمل من سوء، در علم خودشان ما نبودیم که ما میکردیم کدام کاری بده. مراد از سوء شرک است. اصل گپ تعلق به اونمو مشرکینی داره که در دنیا به نام توحید یا جان باختن، تمام روز چی هستن؟ قبرها را آباد کردن، مجاوری کردن، رفتن چیسته در زیر تا دریهای پیرصاحبا سجده کردن. اولیا خو اونجا میگه به ملائکه ما خود علم خود هیچ کاری بدی نکردیم، اولیا را تعظیم کردیم، احترام کردیم. الله متعال میگه این نمیگه. پس فالقوا السلام اونجا انقیاد ظاهر میکنه و بیچاره نمیفهمم که ما مبتلا در شرک هستیم. بلا چرانی شما کم کارا نکرده، الله را گذاشته بودی، یک مرتبه هم در یادتان نمی آمد. الله شما را تنها پیدا کرده بود، بعد از او اگه اولادتان هم میشود پیش پیر صاحب میرفته، آقا صاحب کلان کردنش گریان کردنش کلش تعلق به او داشت. دیگه الله هیچ سر و کار قطعی اولاد شما نداشت، قطعی خود شما نداشت، الله را دیگه نمیشناخته. این الله علیم، یقینا الله متعال خوب علم داره بما کنتم تعملون، به او کردارایی که شما انجام داده، ذبح به نام غیر الله، نظر به نام غیر الله، دعا به نام غیر الله، سجده برای غیر الله، عبادت ها کلش به نام غیر الله کرده بودی. حالی میگه که ما کاری غلط نکردیم. فادخلوا ابواب جهنم، داخل شوی از دروازه های جهنم، خالدین فیها، همیشه در جهنم باشه. فلبئس مثوى المتکبرین، خیلی بد است جای باشه کسایی که تکبر کرده از حق، کسایی که خود کلان تراشیده، عاجزی به الله متعال نکرده،
عقیده توحید الله را نپذیرفته. وقیل للذین اتقوا، گفته می شود برای کسانی که در مورد قرآن الله سوال میکنه، للذین اتقوا، برای کسانی که اتقوا، تقوا را اختیار کردن، از شرک خود نگاه کردن. اول مرحله است که از شرک و کفر نگاه کرده بودن. ماذا انزل ربکم، چی چیز روان کرده بود پروردگارتان برای راهنمایی و مصلحت شما چی بود؟ قدر قرآن کسی میدانه که روزی در قرآن نشسته باشه، صدای قرآن شنیده باشه، پیام قرآن درک کرده باشه، فهمیده باشه که کتاب الله چی گفته. و مردمانی که تمام عمر خود در دکانداری، در دریوری، در دفتر داری تیر کرده، و چی جواب بگویه؟ ماذا انزل ربکم، یک روزم در قرآن ننشسته که پیام قرآن فهمیده باشه؟ جواب داده میتونه؟ نمیتونه. دادنی جواب کسی است که یک روز خوشیش تا پیام قرآن شنیده. الله متعال ما را از او جمله بگردانه که حالی هستیم. قالوا خیرا، یا میگه که سر خیر و برکت الله فرستاده بود. اما قرآن بود که ما عقیده توحید فرا گرفتیم، آخرت شناختیم، معرفت الله متعال به ما حاصل شد، طرز و طریقه زندگی، برنامه جامع هدایت نصیب ما شده بود. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، الله متعال میگه برای کسانی که احسنوا، در عبادت الله احسان کردن، یعنی شرک نکردن، در عمل احسان کردن، موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادن. الله متعال میگه به اینطور مردما فی هذه الدنیا، در این دنیا هم حسنه، بسیار زندگی خوشبخت است. چرا؟ این آدم هر نوع حالت که در زندگی سرش میه، حالت خوشی بسیار خوش می باشه، از این نعمت الله شکرگزاری میکنه، این نعمت الله را در جای مناسب مصرف میکنه. اگر زحمت و تکلیف برش میرسه صبر میکنه، پاداشی بزرگ از الله متعال میخواه. مومن هر حالتش چی است؟ خیر است. مومن کل حالتش خیر است، هر حالتش خوشبخت و نیکبخت است. اگر ما در تکلیف و رنجم باشیم، باز از الله متعال اجر زیادترم چی داریم؟ توقع داریم. از امو خاطر الله میگه برای کسایی که احسان میکنه، هم در عقیده و در عمل، این مردم ها در دنیا هم زندگی حسن داره. زندگی حسن تنها ایره نمیگه کسی بلدنگ داشته باشه، موترا داشته باشه، کش و فش داشته باشه. نه، قلبت که اطمینان و آرام پیدا کرد، مطمئن شدی که الحمدلله اینمی لحظه عمر خدا در طاعت الله تیر کردیم. از این که در خوشی بزرگ دیگه بر انسان نیست که انسان یک لحظه عمر خدا موافق دستورات الله تیر میکنه. ولا دار الاخرت خیر، دار آخرت خیرون خیلی بهتر است. چرا؟ این ظهوری وعده در او جمع میشه که الله متعال به این مردمایی که با قرآن نشست و برخواست کرده، الله متعال در او داره برشان نصیب کرده. ولا نعم دار المتقین، خیلی خوب است، خیلی زیباست دار المتقین، دار متقین. کسایی که از شرک خود نگاه کردن، از مخالفت قرآن و دعوت انبیاء علیهم السلام خود نگاه کرده، تقوا را اختیار کرده. کدام دار است؟ جنات و عدن، باغهای دایمی است. باغهای دنیا واری نیست که زمستان نباشه، بهار نو چی برگ و گل میکنه، بلکه همیشه هستن. یدخلونها، داخل میشه متقین در جنت ها، تجری که روان می باشه من تحتها، در زیر درختها یا چی تعمیرایش. الانهار جویا لهم، برای از یا فیها در جنت ما آن چیزی است یشاؤون که میخواه، چیزی که میخواه که در دلت میگرده. کذالک، اینمی قسم قانونی الله متعال است. الله میگه یجزی الله المتقین، پاداش الله میده. خب برای کی میده؟ برای متقین میده. مسلمان های تذکیری نمیگه که محض مسلمان باشن، میگه نه، کسایی که با قرآن سر و کار داشت. اول گفت وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، کسی که از قرآن خیر فهمیده، درک کرده حقیقت و واقعیت، نمیگه و مردمایی را که باز بگویه الله چی را نازل کرده بود که در جوابش بگویه بله آیت الکرسی را نازل کرده بود، در شال مرده نوشته میکردیم، سر مرده مینداختیم تا قبرستان همراهی میکردیم. الله نازل کرده بود قرآن کریم که در چند پوش ما پیش داده بودیم، در سر شاه و عروس میگرفتیم، از تبرو میکردیم. اینطوری جواب میگه. یا دریورا بگویه که بله چیزی را روان کرده بودی که ما دم افتوگیر در پشتی سرش مانده بودیم، اول در موتر که بالا میشون باز عقیده داشتیم که قرآن باشه تکر نمیکنم، سواری زیاد پیدا میشه. دیگهش میگه، دیگه چی میگه؟ بله چیزی را نازل کرده بودی که در لوحه های قبرها سوره اخلاص آیت الکرسی را نوشته کرده بودیم، سگا لنگه بالا میکرد دور از قرآن و مسجد، نعوذ بالله پیشاب سرش میکرد. اینی خطر ریش سفیدا، ملکا، ملاها و خوندا
ملا و خندای حق پرست نمیگم، و میگه که خیلی خیر روان کرده بودی یا الله، ذریعه دو پیازه ما میشد هر پنجشنبه خانه ده خانه. اینه دیگهش قاری صاحبایی که همیشه قرآن فروخته وام باز میگه که الله خیر روان کرده بودی. 11 ماه قرار ده خانه بیکار تق نمیکردم، یک ماه رمضان خواری میکردم، میرفتم بر 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 40,000 افغانی را در جیب میکردم. کلشان یا میگه که خیر نازل کرده. خیر نازل کردن کسی است که در درس قرآن نشسته باشه، از قرآن برداشتی داشته باشه، درسی داشته باشه، تغییر و انقلاب در زندگیش توسط قرآن آمده باشه. ان شاء الله قرآن در وجود کلی ما تغییر آورده، الحمدلله. چرا که همین قرآن خواندیم تغییر آورده و ما را که وادار میسازه به دعوت و ما را وادار میسازه که در مصیبت ها پیش کنیم. خدا قرآن است، محرک اصلی از این قرآن است. ان شاء الله ما از این بسیار خیرا را دیدیم و الله دیگه بر ما نصیب بکنه. در دنیا خو میبینیم، در آخرت الله نصیب بکنه دیگه. این برای کسی است للذین احسنوا، احسان بکنه. اصل مقصدم در اینجا بوده که تنها به قرآن نشستن هم کفایت نمیکنه که حاضری بدیم پس بریم. نه نه، للذین احسنوا. قرآن که شنیدی آلی دیگه در عمل در عقیدت مکمل چی نقاهت دیده میشه، اخلاص دیده میشه، پاکی دیده میشه، قطعا اختلاط و گډوډی قطش نمی باشه. اونو وقت بازی الله متعال این درجات نصیب انسان میکنه. ما یقین دارم اگر واقعا ما احسان بکنیم در عقیده و در عمل، ما یقین داریم که زندگی دنیای ما بسیار خوش است. ما یقین به الله بکنه که زندگی با وصفی که سرگردان هستم، شاید مشکلات اقتصادی هم باشه لیکن الحمدلله خوش هستم. چرا خوش هستم؟ به خاطر که در پیش قرآن میشینم، با قرآن سر و کار داریم، صبح بیگاه اما وقت. الله همیشه داشته باشه همینطور دیگه. احسان ضرور است. از قرآن کریم اگر درس احسان نگرفتیم بعد از او باز بر ما خیریت تمام نمیکنه، بلکه حجت سر ما تمام میشه و ما هیچ نوع تغییری در زندگی خود نه آورده باشیم. از او خاطر توصیه ما به برادرها و خواهرها امیسته که آمدن ترجمه قرآن کریم باید تغییر در زندگی ما رونما بده. حتما هم در عقیده ما، هم در عمل ما و هم در اخلاق ما، روش ما با مردم حوصله بزرگ پیدا میکنه. آبرویتان قربان چی بکنه؟ بگوی نشر و اشاعت دعوت توحید بکنه، خیر است. مردم دو دشنام بگویه، بد و رد بگویه، از خانه بکشه، شما متحمل شوه به خاطر کی؟ الله متعال، که الله خوش شوه. اگر همی قسم تغییر دما پیدا شد انشالله زندگی دنیایتان خوشبخت است، بالکل خوشبخت است. چرا که تو مطابق هدایت و راهنمودهای قرآن کریم زندگی تا پیش میبری. از قرآن الهام میگیری، از قرآن درس میگیری، از قرآن بری خود هدایت میگیری که چه قسم زندگی خود پیش ببرم و آخرت خود. الله متعال گفته که اینمی قسم متقین الله اجازه میده. متقین کسانی است که وابقت قرآن سر و کار داره. الذين توفاهم الملائکه، او جانب بیبی کسایی که مانعین قرآن بود، نعوذ بالله قرآن اساطیر الاولین گفته بود، سابقه. قریب است که قرآن کریم بازم تبدیل به داستانای سابقه شو. در کل قرآن کریم یوسف و زلیخا را قصه شو بکنه، دیگه هیچ چیزام نبود، همین رقم شده بود. حالی هم قریب است همونطور. او مردم ها را سرنوشتش دیده که ملائک قبض روح میکرد، باز میگفت که وای 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 وای. ایونمون مردم ها بود که سجده ها با پیرا کرده بود، یک روز در قرآن ننشسته بود. پیر صاحب خو دیده بود، پیر صاحب خو دیده بود، خو دیده بود، خو دیده بود، در خوا وقت خود ضایع کرده بود. آلی کسی که در قرآن نشسته چه قسم قبض روح میکنه ملائک. الذين تتوفاهم الملائکه، کسانی که قبض روح میکنه یار ملائک به امر الله متعال، طیبین، پاک است، عقیدهشان پاک است، روحشان پاک است، کالبد و جسدشان پاک است، منهجش پاک است، گپش پاک است، عملش پاک است. طیبین، روحشان خیلی خوشحال هستند. الله اکبر. در حدیث میآید پیغمبر علیه السلام میآید وقتی که موحده الله متعال قبض روح میکنه، ملائکه روان میکنه، ملائکه یک کس دیگه پیش میشه که ما باید قبض روح کنه. میره زمانی که میکشه روح قبض میکنه، مثل که از خمیر مویه میکشی که هیچ نوع ضرر نباشه. یک رقم خوشبویی منتشر میشه که بالا د آسمانا میره، ملائک مبارکی میده که کدام خوشبخت است که فضا رقت فضا یکدم چی بوی خوش گرفته. هنیئا له، مبارک باشه برش، توبا له، گفترایی میباشه تا که د علین میرسانه. الله متعال مو حالت نصیب ما بکنه. یک
طیبین که خوشحال هستند از جهت اطمینان دلشان، یقین و ایمانشان، پاکی عملشان. یقولون میگویند اینمی ملائک سلام علیکم، سلام بالای شما باشه. این سلام تبریکی است، مبارک مبارک مبارک. ادخلوا الجنت، نتیجهش میشه که گفته میشه داخل شوید در جنت. بما کنتم تعملون، به سبب آن چیزی که شما انجام میداده. کدام عملی که میکرده و عملتون چی شد؟ سبب برای جنت شده که در جنت آمده. مطلق دخول توسط رحمت الله متعال میشه. درجات عالی توسط عمل به دست میآید. از این معلوم میشه یا تا دلیل بالای عزیز ابن قیم رحمه الله نوشته میکنه که روحا را الله متعال از کافر در طرف جهنم یعنی سجین میبره، ایر طرف علین، نعمتای جنت برش میرسه و به کالبت هم میرسه. باز پس روح در قیامت یک جای میشه قطع کالبت، اما رابطی روح با امرای کالبت است، هم در تنعم یعنی در حصول نعمت و هم در چی؟ نعوذ بالله عذاب. دیگه اینی مردم ها اینی رقم است. چقدر خوب است، الحمدلله. الله ما شما را استوار نگاه بکنه که یقینا خدمت کتاب الله را کرده بتانیم و زندگی خود مطابق هدایت قرآن برابر کنیم. دیگه از این که در بالاتر نعمت بزرگ دیگر نیست. هل ینظرون الا ان تاتیهم الملائکه، الله متعال میگه کفار بیبی با این قدر بیانات، با این قدر وضاحت ها که تمامی مسائل توسط قرآن واضح شده، لایق بود که مردم نشک نشبه مطلق دعوت پیغمبر را میپذیرفتند. لیکن این بدبختا تمام امکانات نادیده گرفته. هل ینظرون، انتظار نداره، الا ان تاتیهم الملائکه، مگر که بیا برشان ملائک. دلایل خوب برش روان کردیم، پیغمبر کتابم مگه پا، اما این مردم دهوش نامدن. فقط انتظار از این داره که ملائک مرگ بیا او یاتی امر ربک، یا فرمان حکم مقرر الله برسه برشان. كذلك فعل الذين من قبلهم، اینمی رقم که مردم دهوش نمیه با وجود تمام دلایل معرفت الله متعال، توحید الله را میشناسن، لیکن بازم یا ایمان ناوردن یا دمی حالت باقی ماندن. آلی دیگه چه قسم حالت ها سرشان شد؟ قومای سابقه هم این رقم بود، رای مخالفتی پیغمبران را پیش گرفتن، اجنه و تقریر و تبلیغ سرشان تاثیر نکرد تا که فرمان هلاکت الله متعال در موردشان رسید. و ما ظلمهم الله، الله سرشان ظلم نکرده. الله تمامی اسباب وسایل رای ممکنه را برای هدایتشان فراهم ساخته بود. کل گپاره دلایل عقلی برش نصب کرده بود. کائنات مخلوقاتی که در خارج بود پیغمبران را روان کرد، کتابا را روان کرد، در فطرتشان عقیده توحید گذاشته بود، دیگه حواس برش داده بود. بعد از او بیان جنت دوزخ، حق باطل، توحید شرک کلش مکمل واضح کرده بود. لیکن این مردم ها ظلم کردن، امی امکانات و وسایل غلط استفاده کردن، با جای از اینکه دوستی میکردن رای دشمنی را. ولکن کان انفسهم یظلمون، لیکن این مردم بوده بالای نفسای خود ظلم کرده، رای شرک گرفتی. در نظام الله تغییر آورده میتونی؟ نقصان آورده میتونی؟ نه، تباه کردی خدا. ظالم، گناهگار، مشرک سری خود ظلم کرده، نفس خود به عذاب الله پیش کرده، به قهر و غضب الله پیش کرده، سری خود ظلم کرده. فاصابهم سیئات ما عملوا، رسید برشان سیئات و خیلی زشت عذابای ما آن چیزی که عمل کرده بودند در دنیا. نتیجه دروکده خودشان است، کاریده خودشان است، خودشان کاریده بود و امور درو میکنه. و حاق بهم، پایین شد بالایشان، ما و عذابی که کانو بودن به او عذاب، بهی به او عذاب یستهزئون، مسخرم میکردن که عذاب کی است، کی میآید، این گپارم میزدن. وقال الذين اشركوا لو شاء الله، این استدلال غلط. وقال الذين اشركوا، میگویند مشرکا چی میگه؟ وی ما ملامت در کجاستیم؟ لو شاء الله، اگر الله میخواست، ما عبدنا من دونی، ما عبادت نمیکردیم غیر از او، من شیء، چیزی دیگر عبادت نمیکردیم. خب الله خواسته که ما عبادت میکنیم. نحن خودی ما ولا ابونا، نه پدرای ما، والله حرمنا، و ما حرام نمیکردیم من دونی، بغیر از الله متعال، بغیر از حکم از او، من شیء، چیزی را. لیکن مشیت الله بوده که شرکام کردیم، بعضی چیزا را حرامم کردیم. كذلك فعل الذين من قبلهم، امروز و دیروز با هم تفاوت نداره، کلگی از یک جاغ سر کشیده در مقابل پیغمبرای سابقه. امروز هم همینطور مردم ها هسته، کلی ملامتی را مثل ابلیس واره سری تقدیر میپرته. فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، مرا گمراه کردی ماندنیش نیستم.
خب دو قسم مشیت الله است، مشیت تکوینی اراده تکوینی الله و یک اراده تشریعی یا مشیت تشریعی الله. این بدبختا اراده تشریعی را قیاس سر اراده چی میکنه؟ تکوینی میکنه. تکوینی خوره میگه که کل مخلوق و کائنات تسلیم قانون جبر الله متعال است که جبران امی کار باید انجام بده. اما در موضوع ایمان و در موضوع کفر الله متعال کسی را مجبور نکرده، اختیار داده، امکانات داده، راه ها را واضح ساخته، تبیین کرده، پیغمبرها را روان کرده، نصیحت کرده، بعد از اون نتایج اردو را برشان مکمل واضح کرده. اما این بدبختا بجای از اینکه خود ملامت کنه که ما خو به اختیار خود نعوذ بالله در مجلس های گناه مستغرق بودیم، این چی میگه؟ الله خواسته. آلی هم یک تعداد جنایتکارا و بدبختا میگه پا میزنه، میگه اگر الله نمیخواست تو نمیش اینطور کار نمیکردیم. الله نخواسته کفر، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ایمانا نداره که تو کفر بورز، ایمانا داره که تو اختیار هستی که کفر هم اختیار میکنی یا ایمانه. اما هر کدام نتیجه متضاد داره، یکی فقط سبب جهنم است و دیگهش سبب جنت است. اما این مردم ها مشرکین همی دلیل میگرفتن، اگر الله میگه میخواست مشرک نمیکردین. و بدبخت عالی الله شما را مجبور کنه کلیتون مؤمن شوه، باز چی فایده؟ ایمان جبری خو هیچ مصلحتی نداره، باز خو جنت و دوزخ سرش مرتب نمیشه که کلگی مؤمن باشه جبران. خیر چی؟ نه، تو اگر بفهمی قدری تو را الله تو را اینطور انسان مختار پیدا کرده، پرزه ماشین نیستی که زیر چیستا ماشین قرار داری خلاص حرکت کرده برو. نه، تو را الله اختیار داده، استعداد داره. تو نمیبینی و انسان سر دنیا حکومت میکنی، کلش به اختیار خودت است. وسایل است الله متعال پیدا کرده، جانب مثبتش استفاده میکنی، منفیش. از موبایل گرفته تا تلویزیون، از اینترنت گرفته تا کل مسائل. اسلحه که اسلحه است دو جانب داره، لاسپیکر دو جانب داره، ترجمه قرآن دی شوه، آوازخوانی دی شوه، کدامش؟ الله متعالی وسایل دستت برای تو دو جانب داره. یتیم سرش کش میکنی دست سرش، یا نه که چپیلاق میزنیم یک دست است، فرق داره. نه تو ارادی تو می نمیتور است، زندگی تو می نمیتور است. الله تو را اختیار داده که کدام راه را تعقیب میکنی. جنت الله و دوزخ الله مطور برای کسی توزیع و تقسیم نمیشه. بعد از اینکه حجت سری تو خب تمام شود که تو با وصف امکانات بسیار زیاده هدایت تو، لیکن باز امرای چی را؟ گمراهی را در پیش گرفته بودی.